سلام همگی، خوش اومدید به ویدیو امشب. من حسام کیوای هستم و امروز اومدیم تا یک گیم ترس به نام The Great Low Tapes رو با هم بازی کنیم. این داستان بر اساس واقعیته. بریم سراغ ویدیو. امیدوارم حال همه شما که این ویدیو رو نگاه میکنید خوب باشه. خب The Most Time. خب این ماییم. نمیدونم شاید غلط خونه، مثلا اون اسم ما نبود. این چیه؟ باتری. او دوربین. امیدوارم تو این ویدیو بترسیم و بیهوده عمل نکرده نیستیم. این 4 تا دانش آموز 1 سال پیش گم شدن و فکر کنم ما توی این بازی باید بگردیم ببینیم کی کشته اینا رو. بعد یه چیزی بیاریم تو از اینجا بریم بالا، در قفله و بعد نردبون رو برداریم بذاریم اونجا تا بتونیم بریم بالا. اونجا نردبون میخواد. در رو بستم پشت سرمون، از قفلم شده بچه ما، یعنی بگاه رفتیم. چی اون مردی چه کاری بود؟ این کچره کی است به این داستان ربط داره؟ بسته بود و این تازه اضافه شده اینجا. پس ما میریم توی این وارد ملک شدیم. اوه شیت من. خب فکر کنم باید از این عکس بندازیم. فرکانس داشت میدم. این چیه؟ در چقدر وای بدی داره این بازی. بعد افتادم داداش. نگاه اینطوری که میبینی، نگاه فرکانس که میگه عکس بندازی خود به خود مرحله انگاری جلو میره برات. الان عکس انداختم از این فرکانس که لکه خون بود روی سقف. آها همون دری بود که گفت بود بچه باز نشد. کنم با همین از اون عکس انداخت. Where did that sound come from؟ صدای چی بود؟ همین ترجمهش تونستم کنم بچه ها. اوه اینا رفتن کنار. های دستشویی خود به خود باز شد. کلید. وای کجا رفتی؟ چراغ رو من روشن کرده بودم، چراغ خاموش بود. اوه یعنی چراغ رو هم قرار خاموش روشن کنه. بابا بچه یه کلید پیدا کردیم بالا، اومدیم ببینیم برای اینه. بله برای اینه. بس چی بود؟ کلید. کلید این نیست. کلید اینه. ای کاش کلید قبلیه بود. صدای موزیک. او پیانو. پیانویی که خود به خود داشت آهنگ میزد و او یه نفر خودشو دار زده. چه کار فرهنگی. اصلا ما این دستگیره بالا پیدا کردیم. از اونجا که این چک کردیم اون موقع فهمیدیم که دستگیره برای اینه و یک کلید دیگه هم پیدا کردیم. چقدر داره این؟ خب ما یک کلید داریم و یه در قفل. سر خب من با این چیزا نمیترسم. با تجربه که از بازی ترسناک دارم قطعاً باید یه عکس از اینجا بندازیم. تجربه شخصیتون از بازی ترسناک توی کامنت ها برام بنویسید. به من یه بازی ترسناک پیشنهاد بدید تا بتونم پلی بدم. کلید کنم کلید اینجا باشه. اصلا این در نبود اینجا. من رفتم اون ته برای پیانو، این در رو اصلا ندیدم. صدای باز شدن در اومد. نمیدونم شما هم شنیدید یا نه. انگار دری. Oh man
رد پای حالا نمیدونم کیو دنبال کردیم رسیدیم به اینجا. خب ما فکر کنم این گاف صندوق رو باز کنیم. پنج زل ای 3 4. خب بریم تو کارش. چرا میری؟ چی بود؟ اوه نردبونی که تو حیاط بود الان توی خونه است. خیلی چیز عادیه با اینکه هیچکی توی خونه نیست غیر منو. بعد بریم بالا. هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکنه، ولی منطق بازی ترسناک میگه ما الان این نردبون رو باید بریم بالا توی این اتاق یه چیز کسشه کشف کنیم. درست بود. 8-7-3-2. این کموده که تو آشپزخونه باز نمیشد. 8-7-3-2 8-7-3-2 8-7-3-2 8-7-3-2. خب این کابینته 8-7-2. خندک دری چه پیکری. خب فرکانس داره میده. بذار باز بشه. باز نمیشه. گفل فرکانس داره میده. فرکانس یعنی عکس. حدسشو میزدم و حدس اینم میزدم که الان برم داخل در پشت سر من بسته میشه. خب بچه ها ما نور نداریم، باید با استفاده از فلشر دوربین برای خودمون یه نور صدا کدوم طرفی؟ هشتی این بازی نمیدونم. چیز معمولی بازی ترسناک باید این چیزا رو داشته باشه. دیگه هیچ بازی ترسناکی من نمیترسونه. مرسی. باید داریم اون در گفلا رو باز کنیم بچه. راستی ما در گفل همشو هنوز باز نکردیم ها. یه سرخنده دیگه. بریم به سوی درای گفل. ما چند تا در گفل دیگه هم داشتیم. های بیبی. یه سطح پای دوربینم سر. سه تا. خب بریم ببینیم این کرکره رو باز کنیم به چی میرسیم. اینطور گیم ها بیشتر از اینکه بخوان تو رو بترسونن واقعا اعصابتو خورد میکنن. یعنی پلی ندیم بهتره. مثلا رزیدنت ایویل رو پلی بریم جایی که ما از او پتک او میترسم فندک رو روشن کنم. من آدم ترسونی نیستم ولی یه همون 4 تا دانش آموزه. Students ها. او اینجا دفنشون کرده فکر کنم. اونا چی بودن پس ما الان دیدیم؟
این چیه؟ لودینگ. خب ما رو هم میخواد فکر کنم بکشه. اوه اینجا همون جایی که ما چیز شدیم و این در وجود نداشت. فندک 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 ما رو تنها گذاشت. حله ببین همه اینا یه روزی جبران میشه. استخون روشن شو. عجب آدم لاشی بودی تو. روشن شو فندک. الان روشن شو. اوه و این درم نبود. خب یه در جدید حدسشو میزدم و اینم فکر کنم آخرین مرحله. امیدوارم آخرین مرحله باشه. مرحله باشه. مطمئنم میتونیم بود داری ولی خواهی کردی. منم بودم همین حسو میداشتم. چقدر زنجیر. زنجیر تا به کی؟ همه دو زنجیر. اوه 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 آتیش گرفت که. من چیکار کنم؟ برو بیرون. زنجیره رو دنبال کنیم. خب یه زنجیریه یه زنجیریه یه زنجیریه. تا بالا هم باید برم. تو زنجیر. خب کجا رفته؟ این توه؟ دیگه کجاست؟ دیگه کجاست؟ آجی نمیریم. اوه در باز شد. خب I made it out of that place. همین. از این بازی اصلا راضی نبودم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ویدیو بعدی امیدوارم ببینمتون. مواظب خودت باش. خوبیات. بای بای.